آموزشمون میرسیم به آموزش خط تحریری. من خودم خط تحریری رو از روی این کتاب کار میکردم و حالا نشونتون میدم که چطور سرمشق‌ها رو مینوشتم. ببینید روی 2 خط هست و کلمات مختلف داخلش بود، از روشون نوشتم و حالا استاد رفع اشکال میکرد. ولی خب این مال موقعی بودش که من کلاس نستعلیق و قلم رو کار نمی کردم. حالا من از اینا عکس میگیرم براتون میفرستم که کار کنید، چون مخصوصا داخل آزمون سال قبل برای خط تحریری خب یه حکایتی داده بودم و گفته بودن که شما بنویسین، بچه‌ها یعنی بنویسن، من میفرستم. ولی خب وقتی که شما بچه‌ها خط نستعلیق با قلم رو خیلی خوب تمرین بکنید، اصلا خود به خود وقتی که خودکار رو هم دستتون میگیرید ببینید که دقیقاً حرکات یکیه و تغییری داخلش نیست و میتونید دقیقاً همون چیزایی که داخل خط نستعلیق با قلم اجرا می‌کردید رو برای این مبحث هم اجرا بکنید و تفاوتی نداره. پس از این نظر نگران نباشید که بگید خط تحریری رو تمرین نکردم. شما وقتی خط نستعلیق با قلم رو تمرین بکنید و یادش بگیرید و با حرکات آشنا بشید دیگه اصلا نگرانی ندارید. خب من حالا یه تیکه از این سرمشق رو می نویسم صرفا برای اینکه بهتون بگم خط تحریری رو چطور باید نوشت، وگرنه حرکات یکی هست. خب اول که اومده بچه حواستون باشه ما یه خطی داریم به نام خط خودکاری که با خط خودکاری ضخامت ایجاد میکنن و به این حالت هست. ببینید به این حالته، مثلا به نام خدای هنر آفرین. ببینید که ضخامت هایی که توی خط نستعلیق ما داشتیم رو اینجا با خودکار در آوردیم، ولی خط تحریری اگر که شما همچین کاری بکنید غلط محسوب میشه و از شما ایراد میگیرن. پس سعی کنید دستتون رو فشار ندید و با ضخامت یکسان بنویسید، یعنی به نام خدای هنر آفرین. به این صورت باید ضخامتمون یکسان باشه و به این صورت نباشه، چون این میشه توی یه پایه خط خودکاری و این میشه تو پایه خط تحریری. همون دقیقاً نکاتی که بهتون گفتم داخل خط نستعلیق ما برای خط تحریری هم داریم و هیچ فرقی نمیکنه. مثلا الف که بهتون گفتم میره اون طرف سرش، ما اینجا هم داریم که دقیقاً الفمون این سمتیه و باز ته الفمون اومده به سمت چپ. یا مثلا به همون فرم نوشته میشه. دال و ر شما دیگه ضخامت ندارید چون که داخل خط نستعلیق ضخامت داشتید و صرفا باید فرمش رو خوب در بیارید به این حالت. یا مثلا نون حواستون باشه که اون دایره‌تون کامل باشه، ولی میگم شما وقتی که خط نستعلیق رو تمرین میکنید دیگه برای خط تحریری هم حتما آماده این موفق باشید و یادتون نره که حتما تمریناتتون رو برام بفرستین.